خانه همین نقشه 29 چیسلا روی داده است. همین جای استقامت کننده خانه زیست زندگی من همین خانه همه را سوختم. یگان چیز نمونده است. همین خانه که موزه همین نوار به دیده استاده همه را همین همسرهدام و قریزها همه را سوختن رفتن. حجم خانه 10 خانه داریم همینجا. 4 عائله زندگی داریم. پدرم، خواهرم، حتی یک برادر دیگریم. خودم صاحب 3 فرزند هستم. خواهرم صاحب 1 فرزند. برادرم حاضر جراحی است. او تیر خورده از همین سنی قرغیزها تیر خورده در بالنیسه خوب است. او صاحب 3 فرزند است. قطعی عائله‌اش همینجا استقامت دارد. همین خانه‌ای که در نظر در نوار دیده است همین پسش خانه با اوغلش داشتم. همه را سوختم. خانه همین مبل همه شرایط همین زمانوی کردیم. یک سال طول سالها کردیم. از 2000 این جانب تا همین جانب خانه رو به همین چی رساندیم که من همین روز خرابکاری چه خیلی که دیدی استادی با یراق‌های آتش فشانی و یراق انداختم. ما آمدیم وقتی که خواستیم سوخته رو خاموش کنیم دودری مرا مجروحی کردن. همینجا همه چیز اون ما نزدیک شدیم که سنایپر که پراندن. از همین طوری کو سنایپر که زد ما بجا شدیم. وقتی که ما بجا شدیم نمیدونم او سالداتش بود کی بود که ما رو به چشمه زدن. بعد از چشمه که زدن ما همین یک تشکیل 2 نفر شهروند ما که تیر خود همینجا راکی میشدیم که گرانت میاد که زدن. اون همین سفیدوری که دیدی است همین سفیدور دزد همین خونه علاو در گرفت. همینجا سوختن سر شد. خد دیگه گرفتیم رفتیم پناهش در خدا گفتیم خونه همین 2 چی داشتم که یک موتورسیکل بارش کردم گرفتیم رفتیم. همینجا 4 نفر سرباز داشتیم که همه ها به یاردم ما آمدم. از همینجا با همین تیر خودان با مایبان یوری تاجیلی رسانیم گفتیم بردیم به ساحل دریا و دریا گذراندیم. به سبب که اونها راه را همه را بستن از تمام یخ آتش کشیدن. همین سربازایی که 4 نفر یوری کردن همه خیلی حرکت کردن که سوی من بیاین یاردم کنن اما اوها نخواستن که اوها بیاین. همینجا هجوم کردن پول نکشودن اگان سنیمو. اوها نتونستن که بیاین. برای چی؟ برای که همین آتش کشودن همین کوها سنایپر که زدن همینجا автомат گرانت میاد که زدن اسویدی همین پاتستوال نکاش که زدن ما خودمون خستیم گرفتیم رفتیم. من او سالها اینجا میلیون ها صرف کردم. همون سنی چی مهاجرت رفتیم آیچی‌ها رفتیم همون کار کردیم. یک سال جمع کردیم همینجا آباد کردیم. همه خونم شرایط زمانوی داشت. همه اسلوبی میبلی چیو داشت. داجا همین پس تو میبینید خلدیل نیکو همه فرزندان به چیزی گرفتم همه را سوختم. یگان چی باقی نموند. چی دوچرخه داشت چی ماشین داشت چی تلویزیون و کامپیوتر داشت همه را سوختم. یگان بی‌توای چی نمونده. همسرهد ما کوکتاش قرغیزها ما هیچ مال نخواستیم. ما همین یکم که آگون آتش کشودن همون ها اور ما همین برا گفتم میتونیم که همین ما همینجا زندگی داشتیم خیلی استقامت خوب داشتیم فراوون. اومدن همین سنی چی اول آب ما رو مخالف میکنن نمیتیان آب نساز کردیم نو آب آوردیم که اینا با خشکی را چی کارو کنن نمیمونن. همینجا که سوختار حتی خاموش کنیم. سنایپرها که زدن نموندن که سنی خانه داخل شویم.